محمد عثمان عزیز هستم. 28 سال سن دارم. در رشته‌های عکاسی، ویدیوگرافی و داستانسرایی تخصص دارم. حدوداً 11 همین ماه بوده که من به ترخم رفته بودم به خاطر مستندسازی دور دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان. در این جریان یکی از فامیل ها توجه مرا خیلی به خودش جلب کرده بوده. او هم که یک دختره که خردسال فکر کنم 7 یا 8 ماه همراهشان بود، با چشمهای سبزش و لبخند خیلی مقبولش مرا توجه ما به خود زیاد جلب کرده بوده. من تونستم فقط چند ثانیه از مادر از او اجازه بگیرم که از این دخترکشان یک کوتاه فیلم یا عکس داشته باشم. وقتی اونا اجازه داد، من فیلم و ویدیو را گرفتم و این لبخند از این کودک ثبت کردم. بعد از او خواستم همراهشان بیشتر صحبت کنم، اما متاسفانه وقتی که گفتم خیلی مهاجرین زیاد بود و همگی منتظر ازی بودن که کمک‌ها را دریافت کنند. فرصت نشد که من همراهشان زیادتر صحبت کنم و در این جریان من حتی نتونستم اسم از این دخترک پرسان کنم. چون لبخندش خیلی زیبا بود، من خواستم امین نام مسکان را بالایش بگذارم. بعد از نشر این ویدیو در صفحه اینستاگرام، من تصورش نمی‌کردم که ویدیو قدر وایرال شود و 37 میلیون بیننده داشته باشه. واکنش‌ها و بازخوردها خیلی فوق‌العاده بود و خدا کنه که روز شب که من نام اصلی از این پیدا کنم و بفهم.